خاتون دیدی پیشگویی این سر کاشی محقق شد. حتما از این واقعه شادمانه، اما به خیالش هم نمیرسه که چه سیاستی براش تدارک دیدی. خوشحالیم از این که همه بزرگان سمرقند رو در این ضیافت می‌بینیم. جا داره که سرخوشی و رضایتم رو نسبت به جهد و کوشش عالمان سمرقند که پایه بلد علمی رو در ایران زمین محکم خواهند کرد ابراز کنم. به سرورتون ادامه بدید. جمشید رو نمیبینم. کاش بودی. هستی فقط نمیدونم چرا با هم حرف نمیزنی. قهری. الان وقتش نیست. وقت قهر نیست. سرم شلوغه، کلیم کار دارم. اگه بدونی بعد تموم شدن رصدخونه چه کارا داره، ولی باز برای تو وقت ندارم. میخندی؟ هستی. ای امیر جوانبخت، شاد زی که کنون امارت تو همی گشته با وزارت جفت. سروش غیب به هر بامداد مژده دهد، تو را که دیده روشن به شام تیره نخفت. نوید این کرم خسروانه هر که شنید، چو غنچه شد به تبسم چو برگ گل بشکفت.
به آشکار و نهان لطف شاه با تو بود. گمون کردم ضیافتی با شکوه‌تر از این براتون تدارک دیدن که در مجلس اون حضور نیفتید. رعده داشتم با دلم روا نبود تأخیر. تردید ندارم که این شعر رو قبلا جایی شنیدم. هنرمند که محتاج دست عمرا شد چیزی از سلطنت هنر باقی نمیمونه. یعنی قلب و تقلب به کیسه زر میارزه؟ زر کلام شاعره که آلوده تملقه. دیگه ما بقیه چه اهمیت داره؟ گدای کوی تو بر هر زبان شنید و بگو. شما که متن خودتون رو میپسندید بیتی بگید. هرچند ملک حسن به زیر نگین توست، شوخی مکن که چشم بدان در کمین توست. کار رصدخانه به اون پایه رسیده که بتونیم محاسبه زیج رو آغاز کنیم. کارستون تعجیل بر نمیداره. هنوز یه مقدماتی لازمه. اما گفتی که کار رصدخانه رو به اتمامه. شما که بهتر میدونین رصدخونه اسبابه، زیج فن محاسبه است. دلم نمیخواد خطاهای قدما رو دوباره تکرار کنیم. این همه وقت و هزینه و کاهلی و قصور بر نمیداره. صبور باشید. گر امیر بزرگ رخصت دهند میهمانان ترسای ما قصد دارند مراسمی را اجرا نمایند که البته رعایت جانب شهر در آن شده است. Quello che vedranno i signori è un'arte delle terre lontane, si chiama teatro. Sono degli attori che impersonano delle storie. آنچه بزرگان شاهد خواهند بود هنری است که در سرزمین‌های دوردست به آن تئاتر گفته میشه که در آن داستانی توسط اشخاصی نقش پوش روایت میشه. تئاتر؟ جالبه. اما این خلاف آیین نیست؟ چرا باید خلاف آیین باشه؟ هم روشنایی فکره، هم انبساط روح. چه فایده که ما از این کلام چیزی نمیفهمیم؟ پس شما گوش و هوش ما باشید تا بفهمیم اون چرا که میشنویم. Cominciate per favore. در همه امور داد و ستدها از خرید گرفته تا فروش از من انتظار دارید تا شما را یاری کنم. من باید به شما کمک کنم تا شما را به غیر رسیدن به درآمد بیشتر هدایت کنم و اینگونه ثروتمند شوید. خب شما همه می‌دانید که خدایان مرا به عنوان خدای ثروت برگزیدند. بنابراین ساکت باشید و به این کمدی گوش دهید. عاقبت بدی خواهم داشت. دارم به مشتاش فکر میکنم. میخواد نابودم کنه، بکوبه به صورتم. اگه پیدام کنه کارم تمومه. شاید جوری بزنم تا هوش و حواس از سرش بپره. برای استخوان‌هاش متاسفم. مشتهای من برای نبرد آماده‌اند.
بوی آدمیزاد میشنوم. نباید زیاد دور شده باشه. در متون فارابی و بوعلی جای جای اشاراتی به کتب مردم یونان و رسائل لاتین شده. اراده کردیم این زبان رو یاد بگیریم. و چه کسی بهتر از این بانو که به نظر با کمالات میاد و دارای فراستی بدیه. Mica sei impazzita! Giuro di aver detto tutto. Se sarà diverso da quello che dico, che il potente Giove mi distrugga. Che preghiera! Ho giurato onestamente. No, che non parli più di queste cose. Allora, basta così. Di che cosa parliamo? Continua a dirmi. Silenzio, prego, alzate. Chi ha preso la mia mano? La sua serva, Romia. محو تماشای چه هستی شاعر بچه؟ نمایش رو میبینم. نمایش رو میبینی یا نمایش سازو؟ ببین شاعر بچه، زیاد خودتو با فکر و خیالات عبث مشغول نکن. در این ملک هرچی زیبایی است به زیر نگین ماست. فهمیدی؟ به زیر نگین ما. محمود مگه برای ضیافت امروز غزل نگفته بودی؟ نخونده میری؟ از حوصله‌ام خارجه. میگن شاعرها اسیر چشمای سیاه میشن. این خلعت از طرف ما به شما عطا میشه به نشان سپاس از زحماتتون. منم یه هدیه دارم براتون. اسبابی که طالبش بودین. این همون طبق المناطقیه که پیشتر شرحشو دادم. پیشکش. این همونیه که چند استرلاب در دل خودش داره؟ جام جهان نماییه برای خودش. جام جهان نما و جمشید این دو بیشتر به هم موزونند. پس از این به بعد به اون میگیم جام جم. خدا به پدرت عزت بده که نام تو رو جمشید گذاشت. به راستی که برای ایران زمین فخری چنان جمشید داره. در تحقیقات گفتی که زیج موثر مقدمات میخواد. حالا اگر بخوایم زیجی مهیا کنیم که از گزند بلایا مسئول بمونه، راه چاره چیه؟ راه چاره که دقت در
محاسبه مقدمات تعیین درجات نسبت وتر و جیب 1 درجه. پیشینیان هم بر این مهم کوشیدند و این مسئله حل نشده که هر جا کارمون به اون بیفته باید مسامحه کنیم. حکیم توس هم اگر میخواست مسامحه کنه امروز از شاهنامه چیزی باقی نبود. بود؟ جمشید، بطلمیوس هم در المجستی گفته که برای استخراج و محاسبه قوسی که وتر و جیب اون معلوم باشه راهی نیست. البته شأن ایشون به جای خود، ولی کلامشون بی اشکال هم نیست. راضی هم جالینوس استاد خودش میدونست، ولی ایراداتی هم به نظریات ایشون داشت. ترجیح میدم در این مسئله چشم کلام خواجه نصیر داشته باشه. از این به بعد دیگه در موضع محاسبه اجرام نجومی رأی به حقیقت نزدیک‌تره. امیدوارم جمشید. خوب شد که تو هم اینجایی. اراده ما بر اینه که ساعتی رو با تو هم کلام بشیم تا از نحو زبان ترسایان آموزشی مبسوط ببینیم. هرچی حکم امیر بزرگ باشه. خب جمشید، دیدید که کسوف واقع شد. حال کلام اون مرد کاشانی بر مردم سنگین تر شد با ما. باید راه چاره‌ای جست. مردم به جای اینکه متوکل به حق باشند، عقل و علم خود را سند گرفتند. آیا اینها که میگوید، مینویسد و ترویج میکند دخالت در حکمت الهی نیست؟ جماعت را مشوش کردن و نگاه به آسمان داشتن دوری از راه حق نیست؟ آیا در سرزمین مسلمین افساد نمی کند؟ علما خود واقفند که کمتر از این خون رو مباح میکنه. و جناب سیف الدین، شما که همیشه در صف تندگویان به جانب حکومت بوده اید و این نوع رفتارها را نمیپسندیدید، چه شده است که سکوت اختیار کرده اید؟ والله که در عجبم که در کلام شما هیچ نگرانی و صداقت دین رسول الله نمی بینم. آنچه می گویید همه دام است و اسباب سیاست. من مشی و لقبیک و دربار و دیوان نمی بزندم، اما آنچه را که شما می گویید را ناپسندتر می دانم. جمشید کاشانی مردی است طالب علم که از علم خود صیدی از ایمان کسی به چنگ نیاورده است. اگر یک تن، فقط یک تن از این جماعت به راه هدایت قدم نهاده باشد، به والله که امروز بروید و استغفار کنید و این غوغا را رها که در آن نیکی و صحتی نمی بینم. و السلام. گر بزرگان بر رأی خود برقرار باشند و دعوی ارتداد و فساد جمشید رو فراهم کنند، جز این که حضرت حق به شما جزای لاهوتی عطا می کند، خاتون بزرگ از ناسوت برای شما هدایایی خواهد داشت. نگران سیف الدین نخشبی هم نباشید. هیچ گزندی از طرف او به ما نمیرسه. Io
molti amici a Firenze, ma dopo la chiesa ha condannato a morte mio padre. Io non ho potuto salutare nessuno di loro. Prega un giorno ci rivediamo. بله. تو اصلا میفهمی این چی داره میگه؟ Che cosa dici? بله. E poi noi siamo qui. بله. Il cielo Il cielo di Samarcanda di Samarcanda è pieno di stelle. Io voglio vedere le stelle del cielo. Vostra maestra è uno che ama le scienze. Vostra maestra è uno che ama le scienze. نمیدونستم امیر بزرگ خلوت کردن. نه خوب که آمدی. این آیبانوست، حتما اونو میشناسی. به درس و بحث نشستیم تا با این کلام راه جدیدی بر افق ما پیدا بشه. پس بیهوده مصدق اوقات شما نمیشم تا خاطر همایونتون آسوده باشه. اگر امیر رخصت بدن ما بقیه بحث رو به زمانی دیگر موکول میکنیم. هوش و ذکاوت تو برای ما جذاب و زیباست. به رسم لطف و نوازش این هدیه ایست برای تو. گرچه رد احسان امیر جرم بزرگیه، اما منو از پذیرش اون معاف بدارید. این مزد علم توست، بگیر. زن با فضیلتیه. اگر مرد بود شهرتش به میان مردان میرفت. زنان با فضیلت در سمرقند کم شمار نیستن و سرآمد همه آنان مهد اولیای ما الجایبه‌ای. چه چیز شما رو مشوش کرده؟ خبر آوردن در شهر ولوله‌ایه. بیم اون دارم که این بار گزندی به آرامش حکومت برسه. سبب؟ غیاث الدین جمشید کاشانی. آی جماعت، به هوش باشید و آگاه که اون تشت‌های مسی که میزدی از بام افتاده و کوس رسوایی جمشید کاشانی را به صدا در آورده. همه بدونید که این مرد کاشانی مرتد و ملحد. این تردستی‌ها و جادوها همه از سر سحر و اباطیله و هدفش چیزی نیست جز نابودی دین مردم. علما هم اونو خارجی دونستن و از دایره اسلام بیرون. شک نکنید که این مرد کاشانی قرمتی و بس. والله اگه در مقابل این کفر و الحاد سکوت کنید خودتونم کافرید و ملحد. آی بانو، واقعیت امر اینه که فشار بر من هر دم زیادتر میشه.
پسرم، گولت من به اون حد رسیده که دین خودم رو به دنیای این سیاست ورزا نفروشم. اما جمشید، مدت هاست که شمشیر کینه اینها از نیام به در اومده. بنقریب تیرای زهرایینشون رو به سوی تو پرتاب میکنن. بیم اون دارم، واقعا بیم اون دارم که دل جوون و طبع لطیفت یارای زخامت نفس اونها رو نداشته باشه. ممنون محبت شما، ولی این یه عهد دیرینه است با دلم. دام کنم. خدا حفظت کنه. خدا حفظت کنه. بفرم. این سر و صدا و هیاهو برای چیه؟ جماعتی اجتماع کردن و از امیر بزرگ استدعای برچیده شدن کفر و الحاد دارن. علما و بزرگان معترض رفتار و بیانات خواجه غیاث الدین شدن. اعتقادات و سخنان ایشونو بر مدار دین نمیدونن و اسباب گمراهی میشمارن. به اردایی بگو همه رو پراکنده کنه و چنانچه کسی سرکشی کرد از دم تیغ بگذرونه. اغلب بزرگان در این کلام هم سخن شدن. بهتر نیست امیرزاده جانب مصلحت رو رعایت کنن؟ من به فتوای اونها نیستم. ما مفتی بزرگ خودمون رو داریم. خبر این ماجرا به هرات هم رسیده. مطلع شدیم پدرتون، خاقان بزرگ، شاهرخ شاه، امام جدیری رو به سمت ما گسیل داشتند تا این قائله رو به خیر ختم کنن. اگر میدونستم به خاطر یه گردن آویز ما رو رها میکنی خودم برات ابتیا میکردم. من برای چی اینجام؟ سالهاست ما رو رها کردی و رفتی. احوالی نمیپرسی؟ من نبودم که تو رو از اون سالهای سرگردونی نجات دادم، زیر بال حمایت خودم گرفتم و بالیدی؟ از من چی میخوای؟ ما با هم وعده‌ای داشتیم، یادت نیست؟ والله که نمیگذارم گزندی به جمشید برسه، حتی به قیمت خون خودت. تو فکر میکنی کشتن تو و اون مردک کاشی در اون سالها کار سختی بود؟ تو از محبت من به خودت استفاده سو کردی. فعلا کسی با اون مردک کاشی کاری نداره. امروز از دست تو کاری بدیتر برمیاد. با خبریم از هم نشینید با اولوغ بیگ. ما فقط ازت میخوایم حرکتی به دستت بدیم. حرکتی به دستم؟ این دشنه زهرآلود رو به سینه همدرست بنشون.
چی شده؟ یه عده میخواستم بهش متعرض بشم. چرا؟ یه عده حرومی دنبالم بودن. Cambiate l'acqua. آسیبی هم بهت رسوندن؟ ترسیده. نگران نباش. خوب میشه. نگران شما. نگران من چرا؟ برای یه مدت از شهر خواهش میکنم. اتفاقی افتاده؟ نه. چرا میگی نه؟ حتما چیزی میدونی. بگو. بگو. نگاه کن منو. بگو. محضر کیمیا اثر جناب حضرت والد. آقای با جان برابرم مسعود. اشتیاق و تمنا به شرف دست بوس خداوندی تا حدی است که زبان خامه ندارد سر بیان فراق. امید که حضرت حق سبحانه و تعالی لطیفه‌ای که متضمن ادراک آن سعادت باشد کرامت کند. دلم به قدری از غربت و شدائد روزگار فشرده شده که تاب به سر رساندن کتاب زندگی را برایم هر لحظه دشوارتر کرده. باری تعالی به سویدای دل حقیر آگاه است و این سومین دست خط که به جانب شما روان می دارم خبر از غصه‌ای وافر دارد و تنهای چاکر. برایم به درگاه حضرت حق سبحانه دعا کنید که جمشید هیچ ندارد جز دعای شما. حال دل با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم. چندیست که به بارگاه رسیدن. در تختگاه به انتظار شما. امام جدیدی. تو از رأی اون آگاهی؟ معتقدند اهمیت غیاث الدین جمشید کاشانی بدین پای است که نمی‌شود سخن هر دو طرف را نشنیده رأی به رد یا قبول اون داد. قصد مجادله با عالم بزرگ هرات رو ندارم. پس همون میکنیم که حکم اوست. دعا کنیم قائله عاقبت خوشی داشته باشه. امیرزاده اولوغبک مجلس درس امروز را بیرون عمارت قصر تدارک دیدند. Cosa ha detto? Aspetti qui, io tornerò. D'accordo. امیدوارم تأخیری در حضور نداشته باشم امیر. نظم و انضباط شما از این پس زبان زده همه مدرسین دربار میشه. مطمئنم. اتفاقی افتاده؟ روی پله‌های ربجه‌داری بودم که اوقات شریف شما را مکدر نمی کنم. امیدوارم ذهن شما کاملا آماده فراگیری باشه. تمام لغاتی رو که نسخه برداری کرده بودم از برم. بگم؟ ها؟ سمرقند.
ساكن من فضلك. سینا دینی سینا دو ببر سینا معلومه چی کار میکنی؟ به نظر میاد امروزم خواستم و انجام ندادی. من هیچ وقت این کارو نمی کنم. هیچ وقت. خواهیم دید. دیروز که ازش غافل شدم اون خبیث پسر اروق بگ متعرضش شده. محمود صبر کن با تو هم وایسا اون وحشی نابکار بالاخره زهر خودش ریخت تا خونشو نریزم راحت نمیشم. بدش به من تبش خیلی سنگینه. حریفش نمیشم. دعا کن جمشید. اون اینجا پناه برده. زخمی نفس نامرد این توفیلی حکومت شد. دایه مسلمونیشون گوش عالمو کرده، دریغ که ذره نور محمد به سینه‌شون تابید. کاش اینطور ماتم زده و غمگین نمیرفتم.
نه اونا دل موندن دارن، نه من روی بدرم. شرمندم فقط. برای پدرت دست به قبضه خنجر میبری ها؟ یاغی شدی عبداللطیف، یاغی. برو. محمود جان، محمود دایی، محمود، 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 محمود. محمود، 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 محمود. در این شرایط سخت فقدان پسرش محمود، میدونم که این کار اسباب رنجشمون رو فراهم میکنه. اگر امام جدیری رو از هرات نفرستاده بودند، وقعی به کلام یاوه‌گویان نمیگذاشتن. اما این دستور پدرم شاهرخشاست. این مهم رو به تو وام میگذارم. کار سختی رو از این رعیت خودتون میخواین. سخته. درد از دست دادن رعنایی مثل محمود. باید بود اینو میدیدی. روی حضور در گورستان رو نداشتم. برو. گفتن بعد از اون رسوایی در کاخ و فاجعه از دست دادن پسرتون محمود، روی حضور در گورستان رو نداشتم.
مگه پدرم درد من بچم جلو چشم هاست رفت. بیشتر از اون دردم اینه که جردانو نگاه هم نکرد. میترسم خباست اونا رو پای دین من بذاره. متاسفم. چی باید بگم؟ از طرف امیرزاده اولوغ بیگ. این حکم سلطانی به خط خود ماست تا کاتب دیوان تشویش و حزن امیرش را نداند. ما اولوغ بیگ میرزا که ضامن دین و ارض مسلمین بوده و ناگزیر به اجرای فرامین الهی، بنا به عریضه و طلب علمای سمرقند که در انحراف و ظهور افکار الهادی جنابتان تشکیک نمودند، مقرر نمودیم تا در مجلسی به کشف حق پی برده تا انحرافی در بلاد مسلمین رخ نداده باشد. حق سبحانه مرا هدایت نماید به عدل. اولوغ بیگ میرزا. حسب ظاهر تبعیدم. منو به هرات میفرستند تا در جوار شاهرخشاه باشم. لیک میدانم از این نامه بوی توطئه به مشام میرسه، چرا که حضور من در سمرقند دیوار بلندیه که نمیتونن بر تو غالب بشن. دلم قرص بود به حضور شما. دلت قرص باشه به لطف خدا که اگه او بخواد هزاران چون منی فراوانند که به اذن او تو رو حامی باشند. امام جدیری گرچه زاهدی سخت گیره، لکن کلام حق در وجودش به خوبی می نشینه. بعیده که خام دستیس چینان بشه. شر سیف الدین را از سرتون کم کردم. حال این شمایید که باید جنمتون رو نشون بدید. امام جدیری را از نوجوانی میشناسم. عابد و زاهده. رأی او را نمیتوان با وعده و وعید از آن خود کرد. پس شما علما که دست خیر مسلمین دارید بکوشید تا او گمان بدانجا برد که فعل غیاث الدین با مشی اسلام در تعارضه و زیان ایمان مردم در این راه. آنچه میدانید کنید تا برایش گریزی نماند جز این که کاشانی را ملحد بداند. سالهای نوجوانیم به من میگه این مجلس در نهایت با سفسطه های معاندین شما به سمتی هدایت میشه که شاید کلام مطلع شما هم نتونه بر اون غلبه کنه. نگرانم. نگران نباش. اون که تا اینجا آورده خودش میدونه چطور هدایت کنه. موین کجاست؟ به سرعت به شهر رفت. گمونم براش پیغامی آورده بودن. برام دعا کن. من همیشه دعاگوی شما هستم.
آقای بانو جز شما و مهرتون چیزی نداره. افسوس که هیچ وقت سر دل اونطور که باید عیان نشد. کاش این براشفتگی رو با الجای قسمت می‌کردی. من حرفی گفتم؟ سکوت امیر از 1000 فریاد پرصداتره. هیچ کس چون من از سر دل دلبر خود دلاگاه نیست. جز من مهر امیر به غیاث الدین رو کی میدونه؟ گرچه عشق محضر لاهوتی است، لیک شما امیرید و حافظ شهر. حکم شارع افضل است بر مهر ما. اگر این مجلس به جرم غیاث الدین شد، دلاشوب نباش. دعای بانوی شما با دل شما همراهه. لیک جز تسلیم و رضا بر حکم خدا چاره چیست؟ چی نشستیم؟ دست و دل هیچ کس به کار نمیره استاد. یعنی چه؟ این همه زحمت کشیدیم که امروز دست و دلتون به کار نره؟ قوام این رصدخونه به حضور شماست. همه این عمارت بدون شما فقط خشت و گله. خشت و گله؟ از تو چه کاره؟ شما چه کاره؟ بالاخره باید بریم. امروز نه، هر روز دیگه باید بسپریم بریم. سپردن به ما رفتن. ها؟ اگه غروب آفتاب امروز دیدم که هیچ، اگه نه به وحدانیت خدا ازت نمیذارم حسان اگه ادامه بدم. منو نگاه کن.